بازداشت زنان با حجاب در هرات به جرم بی‌حجابی. یک ویدیوی کوتاه از هرات منتشر شد که بازتابش خیلی بیشتر از چند ثانیه تصویر بود. در این ویدیو چند زن توسط نیروهای طالبان بازداشت شده و به جای نامعلوم برده می شوند. نیروهای امر به معروف طالبان گفتند دلیل این کار بی‌حجابی زنان بوده، اما نقطه‌ای که باعث بحث و جنجال گردیده خود تصویر است. زنانی که در تصویر دیده می شوند حجاب دارند. همین تضاد ساده دوباره یک سوال بزرگ را زنده کرده، اینکه معیار حجاب درست دقیقاً چیست و چه کسی آن را تعریف می کند. در همین میان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با صدور بیانیه تازه بار دیگر بر محدودیت‌های سختگیرانه تاکید کرد و گفت صدای زن عورت است و زنان باید پوشش داشته باشند که تمام بدن از جمله صورت را بپوشاند. ویدیوی بازداشت زنان خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد و موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت. کاربران و فعالان زیاد این برخورد طالبان را زیر سوال برده و نوشتند که فشار بر زنان در افغانستان روز به روز بیشتر می شود. اما ماجرا فقط در فضای مجازی نماند. در هرات گروه از مردم در اعتراض به وضعیت زنان و برخوردهای اخیر طالبان دست به تجمع زدند. این تجمع خیلی زود با حضور نیروهای مسلح طالبان سرکوب شد. حتی ویدیوهای منتشر شده که نشان می‌دهد شلیک مستقیم و معترضین صورت گرفته که باعث کشته و زخمی شدن چندین تن گردید. در نهایت آنچه از هرات بیرون آمده فقط یک ویدیو نیست، مجموعه از تصاویر و واکنش‌هایی که هر کدام روایت متفاوتی را نشان می‌دهند. شکاف عمیق میان آنچه اتفاق افتاده و آنچه طالبان می‌گویند. سلیمه آریایی، توس نیوز.